يوم أشوف قدام الشهيد، يوم أشوف قدام الشهيد يهجر الدنيا الجنات الخلود. يا إلهي خذ شرايين وريد، يا إلهي خذ شرايين وريد، كلها لرضاك ملكك يا ودود. يا إلهي من تهب عفوك بعيد، الطف بعبد على ذنبه يعود، اكتب الختمة من الدنيا شهيد، خالص لرضاك يا رب الوجود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای مادر سرسفید و پیچ سفید و تهجد خان و خیلی دیندوس و انصار مجاهدین در تاریخ عمرم و برای فرزندای عزیزم مصطفی جان و سمیه، مصطفی جان 8 ساله و سمیه 7 ساله، و برای برادرم احمد و دیگر برادرانم و تمام مخلصین و شاگردای عزیزم و علمای کرام و همه عامه مسلمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مادر عزیز و گرامی، اگر کدام بی‌ادبی، بی‌عزتی، بی‌عفتی از دست ما شده باشه در مورد حق شما، مرا کاملا مورد عفو و بخشش خود قرار بدیم. الله جل شانه مرا ببخشه و عفو کنه و نتونستم کامل حق شما را ادا بکنم و الحمدلله به فضل الله متعال و به زحمت‌های مخلصانه شما و به دعاهای شما الله متعال توفیق داده که یک عمری را در راه دعوت حق تیر کردم و به دعا و تربیت شما الحمدلله الله متعال به من این سعادت را نصیب کرد که در میدان جهاد و خلافت اجرت کردم و حالا از شما میخوام دعا کنم که الله متعال شهادت نصیب ما بگردانه و برای من توفیق بده که ان شاء الله خود استشهادی کنم و تک تکشون در راه دین الله و شریعت الله متعال نافذ بشه. مادر و فرزندان عزیز هم شما را دوست دارم و واسطه رضای الله متعال و حق دوستی شما را بر من الله متعال واجب کرده و اطاعت شما موافق شریعت برای من جایز و عبادت است. اما چون الله را از شما زیادتر دوست دارم و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از شما بیشتر دوست دارم و قرآن کریم را از شما بیشتر دوست دارم و همه برادران و خواهران مسلمانم که در زندانهای سوریه و عراق و لیبیا و فلسطین و تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان سربازای صلیبی و طاغوتی کفار و طواغیت به شکنجه و زولانه و ظلم و استبداد به سر میبرند، برای دفاع از حق آنها اجرت کردم و بیرون شدم در میدان جهاد و خلافت اسلامی الحمدلله. و این یک سعادت و افتخاری است که الله متعال برای من نصیب کرده و هرگز لیاقت این را ندارم و اگر 100 بار شهید بشم و زنده بشم و شهید بشم و زنده بشم پس شهید شم و زنده شم خدا استشهادی کنم، یقینا شکر یک ساعت جهاد و قتال را و هجرت را کرده نمیتانم. این فضل الله متعال بود و دعای تو مادر عزیز و پیچ سفید بود که همیشه ما را به دین و به دعوت و به نماز و به جهاد ما را توصیه کرده و ترغیب داده. الله متعال از الله میخواهم که شما را مغفرت کند و شهادت را نصیب من بگرداند و برای شما صبر جمیل عطا بکند و شما را از مریضی ها و از گزندهای دنیا حفاظت کند و ایمان شما را حفاظت کند. الله متعال
و سرانجام درجه مغفرت و شهادت را نصیب ما اول بگردانه و ثانیا نصیب شما الله متعال شهادت را نصیب بگردانه و در روز قیامت الله متعال و من توفیق بده و اذن اراده بده که سبب شفاعت شما شوم. و برای فرزندای عزیزم مصطفی جان سمیه توصیه میکنم والله سوگند قسم هست که حق خود را بر شما نمیبخشم که اگر با کفار و طواغیت دوستی کنیم یا دوستی کنین شما را به ذات و صفات الله قسم میدم که با کفار و طواغیت دوستی نکنید، با روافض دوستی نکنید، با کسانی که با یهود و نصارا و سازمان بین الملل و گروه های کفری و طاغوتی پیمان دوستی دارن با اونها دوستی و اطاعت و موالات و غلامی با آنها نکنید. و فرزندم مصطفی جان و بیبی سمیه دخترم درس دین بخونید، ان شاء الله توحید و عقیده اسلامی را یاد بگیرید و توحید عمل بکنید و عالمه دین بشیم و عالم دین بشیم و دعوتگرای دین الله بشیم، حق بگیم و کوشش کنین که عمرتان نصفی در دعوت و نصفی در جهاد و قتال تیر بشه و هجرت کنین ان شاء الله بعد از سن که بالغ شدیم و عاقل شدیم در حد و حدود شرعی خود رسیدیم هجرت کنین در میدان جهاد تا روز قیامت ادامه داره، با مجاهدین یکجا باشین، از کفار و طواغیت و مشرکین دنیا نترسیم، خوف غیر الله را از سرزمین قلبای خود بیرون کنیم، با الله متعال متوکل باشیم و اخلاص و یقین داشته باشیم که او مدد و نصرت میکنه. منتظر تصدیق و تشویق کفار مرتدین نباشیم، از نامهای بعد که کفار مشرکین بر مجاهدین و بر حامیان خلافت اسلامی و هر گروه جماعی که در تقام قیامت از شریعت الله دفاع میکنه با کفار موالات و دوستی نداره، با همه کفار میجنگه، جهاد و قتال میکنه، از اونها دفاع کنین و به خدمت آنها باشین و برای ما هم دعای مغفرت داشته باشیم. و رسالت انبیاء علیهم السلام و صحابه کرام و سلف صالحین امت وظیفه شماست. الله شما را نمی بخشد هرگز که عمل شما خلاف عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام باشد. هرگز مورد مغفرت الله متعال قرار نمی گیرید که با کفار و با طواغیت و مشرکین مرتدین دوستی داشته باشید و از مسلمانان بری و بیزار باشید. کوشش کنید که عمر شما در خدمت دین الله متعال تیر بشه و اگر عالم دین شدید ان شاء الله حق را بیان کنید و حق را بگید، از غیر الله نترسید. باش زندان ها و زولان ها و اسارت و قربانی و همه چیز را قبول کنید، اما نگذارید به کتاب الله بی عزتی و بی احترامی شه. اجازه ندید که به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و تمسخر شه و به تهجد و نوافل و ذکر و اذکار و تمام امور دین پایبندی کنید. اخلاق شایسته و اسلامی را برای خود اختیار نمایید، با انسان های اهل صالح و نیکو نشمند باشید، علمای حق را دوست داشته باشید، برایشان دعای مغفرت کنید و با آنها اکرام و اعزاز سالم داشته باشید. زیر دستان خود را شفقت کنید و از کلانتران از خود مطابق به شریعت و امور دین اطاعت کنید و کوشش کنید رزق و روزی حلال به دست بیاورید. از غذای حلال و پاک خود را تغذیه نمایید و توکل و مخلص همیشه به الله باشید. برای هر مشکل و مصیبت نیمه های شب 2 رکعت نماز صلات الحاجات بخونید، به الله گریه و دعا کنید که الله مشکلات ما را حل بکن و برای ما همیشه دعای مغفرت داشته باشین تا روزهایی که زنده هستیم. الله متعال شهادت و قربانی و استشهادی را نصیب ما بگردانه که خدا در راه دین الله متعال مخلصانه و خالصانه الله جان ما را خون ما را قبول کنه که شهید بشیم و سرانجام بعد از شهادت الله متعال ما را مغفرت بکنه و فتح و فتوحات الله متعال نصیب همه مسلمین و موحدین و مجاهدین بگردانه و شریعت اسلامی در کره زمین حاکم بشه و همه مادران و خواهران مسلمان ما که در زندان ها به دست کفار و طواغیت حربی در ممالک مختلف دنیا به سر میبرن آزاد بشن و شریعت الله بلند بشه و بیدینی و کفر و شرک و ظلم و استبداد ختم بشه. و برادرها و مخلصینی که همراه من سلام و کلام و دوستی و ارتباط داشتیم، از شاگردی تا درس و تعلیم، همه دوستی ما و شما به واسطه رضای الله متعال بوده. کسانی که با من تعارف داشتین یا نداشتین و بعداً اگر از طریق درس‌های صوتی و تصویری میشنوین، به واسطه رضای الله ما و شما به یکدیگر محبت داشتیم و کوشش بکنید که از امور الله متعال کامل اطاعت کنیم، با دشمنان الله دشمن باشیم، با دوستان الله دوستی کنید و قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید در میدان جهاد و قتال و مبارزه و هجرت کوشش کنید هجرت نمایید تا اینکه مرگ شما در راه جهاد و قتال و هجرت بیاید تا که درجه بزرگ شهادت و این شهادت بزرگ نصیب همه شما محصلین و متعلمین و طلاب و مدارس و عامه مردم بشود. و همسنگران و دعوتگران و دوستای من برایشان یک پیام کوچک دارم که به واسطه رضای الله از الله ما و شما بترسیم، حق بگیم و اهل حق باشیم و حق بیان بکنیم و در صفوف مجاهدین حق و صادقین یکجا باشیم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. باشیم ای مسلمان ها بعد از خوف و ترس و محبت و تقوای الهی با صادقین یک جا باشین. صادقین یقینا مجاهدینی هست که در راه الله جان میدن و خون میدن و آبرو میدن و خود را قربانی میکنن برای حاکم شدن و نافذ شدن شریعت الله. از همه برادران و علما، محصل، متعلم و خواص امت، همه امت اسلامی در هر گوشه که از دنیا صدای بنده را میشنوید، از الله متعال طلب کنید و بطلبید، گریان کنید، نیمه های شب خود را پیش کنید به پیشگاه الله که یا الله ما را در راه جهاد و قتال و ما را در راه دشمنی با دشمنان الله و رسول و صحابه ما را بپذیر یا الله. یا الله این جسم ناپاک و ناچیز ما را برای شهادت قبول کن. یا الله این جسم ناپاک ما را برای پاک کردن به سبب تطبیق حدود شریعت و نافذ شدن حکومت و نظام خلافت اسلامی در کره زمین یا الله قبول کن. گریه کنیم، اخلاص اختیار کنیم و دعا کنیم تا الله متعال برای شما توفیق بده و با تبلیغات کفار مذبذب نشیم، با آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و به 10 سال نظام حکومت داری رسول الله صلی الله علیه و آله و تمام خلافت های اسلامی از ابوبکر صدیق شروع تا قیامت که خلافت اسلامی به منهج نبوت ادامه داره، به شک و مشکوک نباشیم. و خلافت برحق همون است که جهاد و قتال عملی با کفار و مشرکین و طواغیت کره زمین داشته باشه و بری و بیزار از همه کفار دنیا باشه و همه کفار دنیا در مقابل او دشمن باشند. پس این نشانه های حق بودن یک نظام و یک منهج اسلامی می باشد. و از همه شما مخلصین تمنا دارم که دعا کنیم تا وقتی که الله متعال قضا و قدر برابر میکنه شهادت فی سبیل نصیب ما بشه و هیچ چیز ما را از شهادت غافل نکنه و ما از این فضائل بزرگ محروم نشیم و الله متعال این شهادت را نصیب ما بگردانه و الله متعال از دین خود حفاظت بکنه و تمام جوانهای امت اسلامی را از خواب غفلت و از محبت شهوت دنیا و حب پدر و مادر و فرزند همه جدا بسازه. و این جدایی ما از پدر و مادر و فرزندان عزیزم به واسطه محبت الله و رسول و تحکیم شریعت هست. همانا این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام هست که تمیم انصاری و جبیر انصاری و ابو ایوب انصاری رضی الله عنهم زن و فرزند و بچه و پدر و مادر داشتند و تمام صحابه کرام به واسطه هجرت و جهاد و قتال پدر و مادر فرزندان خویش را در مکه مکرمه و مدینه المنوره ترک کردند و تا روز قیامت از یکدیگر جدا شدند و ان شاء الله باذن الله در قیامت باز با پدر و مادر و باز و برادر مؤمن و موحد با فرزندای اهل صالح و متقی در بهشت الله متعال و همه دوستانی که با عقیده توحید و عقیده اسلامی و مدافع دین می باشند، انصار یا مهاجر مجاهدین می باشند، ان شاء الله باز در بهشت الله باذن الله یک جا میشیم و در اونجا ملاقات الله و رسول و صدیقین و شهدا و صالحین و همه بندگان الله و هر کس هر دوستی داشته باشد در اونجا ملاقات میکند و زندگی با او خیلی کیفیت و لذت دارد و این زندگی در کنار پدر و مادر و زن و فرزند و شکستن حدود و شریعت و از بین رفتن سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و توهین به تمسخر به شعائر الله یقینا این ذلت است و بسیار بی‌غیرتی است و یک ناکامی و یک فسق بزرگ است. الله متعال اینطور زندگی را نصیب ما نگردانه و همه مسلمانان توفیق بده که زندگی ما مطابق با قرآن و سنت و نافذ شدن شریعت و در میدان جهاد و قتال و هجرت باشه و خون ما و جان ما و آبروی ما، مسافرت ما، دوستی و دشمنی و جدایی ما سبب نافذ شدن و تحکیم حدود الله و خلافت اسلامی در روح زمین بشه و خاتمهش با ایمان و با اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واصطبئ بي على دار الخلود ذبهم منصور يا خلق حميد يا خرفهم يا الأسد يا ابن العبود مبتسم دايم وفي حاله سعيد وفي المعارك ذيب ما يعرف ركود وهي ذباح يا الفعل الفريد التقى بالله في وضع السجود لا تلومونه ترى فكره شريد في نعيم خالد ما له حدود وابو رحمه يا أسد عمر مديد في جنان الخلد مشكور الجهود رامي اللي في الفؤاد أغلى فقيد باع نفسه ما تخاذل القعود جهزوني بعدهم والله شهيد لادحر صفوف العدا واحرق جنود يا إلهي خذ شرايين وريد كلها لرضاك ملكك يا ودود يا إلهي ما انته بعفوك بعيد الطف بعبد على ذنبه يعود
اكتب الختمة من الدنيا شهيد، خالص لرضاك يا رب الوجود، خالص لرضاك يا رب الوجود. يا إلهي من تهب عفوك بعيد، يا إلهي من تهب عفوك بعيد، الطف بعبد على ذنبه يعود، اكتب الختمة من الدنيا شهيد، خالص لرضاك، خالص لرضاك يا رب الوجود.